بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج. علیکم السلام. سلام بر شما و همه عزیزانی که این برنامه رو میبینن. خیلی خوش آمدید آقای دکتر. بعد از اینکه شما در رأس همه کرسی های هستید، آیا در انتخابات آینده در جوهنامه شرکت خواهید کرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیة و النصر واجعلنا من خیر انصاره و اوانه و المستشهدین بین یدیه. اجازه بدید اول یک سلام و احوالپرسی داشته باشم خدمت شما، همکارانتون و همه کسانی که برنامه رو میبینن و ملت عزیز لبنان و همه مردم عزیز لبنان که این برنامه رو خواهند دید. میخوام یادآوری کنم خاطره خوش سفرم به لبنان و اون مهربانی و بزرگواری های بی‌نظیر مردم لبنان رو. مردم لبنان در قلب من جای دارن. همونطوری که قبلا بارها گفتم هنوز درباره انتخابات ریاست جمهوری اظهار نظری نکردم. در وقت مناسبش انشالله نظراتم رو اعلام خواهم کرد. خب اگر واقعا شما در انتخابات پیروز شدید، یعنی کاندید شدید، پیروز شدید، خب مهمترین و نخستین گامتون رو که انجام خواهیم داد چیه؟ آیا مذاکره با دولت آمریکا، دولت جدید آمریکا، یا مذاکره با دولت پادشاه عربستان سعودی؟ صرف نظر از بحث ریاست جمهوری، من معتقدم دو تا کار باید به موازات هم انجام بشه. اول ساماندهی و بهبود وضعیت داخلی کشور هست. امروز وضعیت اقتصاد نامناسبه و مردم به شدت تحت فشار هستند، در حالی که ایران دارای بیشترین ذخایر انسانی و مادی است و با حضور مردم در عرصه اقتصاد وضعیت اقتصادی باید به سرعت بهبود پیدا کنه. و دوم در عرصه بین الملل و سیاست خارجی است. من فکر میکنم یک بازتعریف باید بشه، به خصوص در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس. من فکر میکنم بیشترین زمینه‌های دوستی و همکاری در منطقه وجود دارد. مسائل آمریکا به طور خاص باید در چارچوب عدالت و احترام مورد بحث و بررسی و حل و فصل قرار بگیره. به طور مستقیم سوال میکنیم آقای دکتر، شما مذاکره رو قبول دارید با دولت آمریکا بدون قید و شرط؟ ببینید وقتی قید و شرط که نمیشه، که عدالت و احترام شرط هر نوع مذاکره است. من فکر میکنم اصل بر ارتباط و همکاری بین ملت‌ها و کشورهاست. من فکر میکنم در گام اول باید دو دولت ایران و آمریکا منع خودشون رو از مردم بردارن، باید از بین ملت‌ها بردارن. مردم بتونن ارتباط داشته باشن، برن بیان و همکاری‌های گوناگون داشته باشن، کار فرهنگی کنن، کار اقتصادی کنن، کار گردشگری بکنن. من فکر میکنم این که اختلاف دولت‌ها مانع از ارتباط بین ملت‌ها شده، این یه امر خلاف حقوق ملت هاست. دولت ها میتونن بعدش بنشینن و مسائلشون رو در چارچوب عدالت و احترام حل و فصل بکنن. و احترام مهم اینه که یعنی باید توجه داشته باشیم که این تقابل بین ایران و آمریکا طرف برنده نداره و همه ضرر میکنن. ملت های منطقه هم ضرر میکنن. ظرفیت های فراوانی در ایران و آمریکا هست که میتونه در خدمت صلح و امنیت جهانی قرار بگیره. آقای دکتر ببخشید، به طور مستقیم میخوام ببینیم شما انعطاف بیشتری در زمینه مذاکرات حاضرید نشون بدید بین ایران و آمریکا؟ یعنی انعطاف از دولت ایران بیشتر باشه، شما موافق هستید؟ من پاسخ دادم. اگه منظور از گفتگو تسلط یک کشور بر دیگری باشه، خب این که گفتگو نیست، این جنگه. احترام و عدالت یعنی حقوق همه ملت‌ها رعایت بشه.
آقای دکتر، چنانچه که شما کاندید نشدید، آیا شما یک کاندید جدیدی به رأی خواهد داد و احمدی نژاد به چه کسی رأی خواهد داد؟ توضیح فرمایید. درباره انتخابات در وقت خودش صحبت خواهم کرد. میخوایم رو مسئله انتخابات ایران صحبت کنیم بیشتر، تا وقتی که اینقدر محافظه کارانه صحبت میکنید و بیشتر دخالت نمی کنم به این مسئله، به مسئله داخلی هم دخالت نمی کنم. میخوام ببینم که آیا موافقید که ایران یک بمب هسته‌ای داشته باشه؟ مگه اونهایی که بمب هسته‌ای دارن سود کردن تا الان؟ آیا بمب‌های اتمی آمریکا مشکلات داخلی آمریکا رو حل کرده؟ آیا بمب‌های اتمی شوروی سابق آیا مانع از فروپاشی او شد؟ من فکر میکنم که جامعه بشری رشد کرده، وارد دوره اندیشه شده. من معتقدم تمام سلاح‌های کشتار جمعی باید از بین بروند. سلاح که مال انسان نیست، سلاح برای کشتنه، در حالی که انسان‌ها برای دوستی آفریده شده. وقتی منطق هست و عقل هست، سلاح برای چی؟ اگه هزینه‌ای که برای تسلیحات میشه خرج فقرای عالم بشه، اگر خرج دوستی بشه، آیا مشکلی باقی میمونه؟ این مسابقه تسلیحاتی تا کی میخواد ادامه پیدا کنه؟ تا کی باید ثروت ملت‌ها برای دشمنی عده‌ای قدرت طلب هزینه بشه؟ امیدوارم به زودی شاهد روزی باشیم که تمام سلاح‌ها به قلم و منطق تبدیل بشه. البته صاحبان کارخانجات اسلحه سازی و قدرت‌های جهانی اونا با این مخالفن، چون ثروت‌های عظیمی رو ذخیره میکنن. ببینید هر کس یک کالایی تولید میکنه خودش بازارش رو هم آماده میکنه. بازار اسلحه کجاست؟ جایی که اختلاف و جنگ باشه. تمام اختلافات و جنگ ها توسط قدرت های جهانی و صاحبان کارخانجات اسلحه سازی ایجاد میشه. خب اونا میتونن از مسیرهای بهتری درآمد داشته باشن. چرا از طریق کشتن انسان ها؟ یعنی شما طرفدار متوقف کردن غنیسازی یورانیوم هستید؟ شما بیش از همه دارید به صلح و سلامتی و دوستی، در حالی که ایران میخواد بیشتر به حساب نسبت بالاتری غنیسازی کنه. ببینید غنیسازی ارتباط مستقیمی با بمب نداره. انرژی اتمی 16 نوع کاربرد داره. مهمترینش در تشخیص بیماری هاست و همینطور در کشاورزی، در صنعت و در رشته های گوناگون، در تولید انرژی برق. خب این آلودگی عظیمی که امروز داره محیط زیست رو تهدید میکنه میتونه با انرژی اتمی به سلامت تبدیل بشه. من فکر میکنم همه کشورها نیاز به انرژی اتمی دارن. بمب اتم چیز بدیه و من فکر میکنم هر کس بمب اتم داره باید از بین ببره. خب آقای دکتر، اگر دوباره به عقب برگردیم و ریاست جمهوری رو عهده بگیرید، چه کاری که در 2 دوره قبل داشتید و رئیس جمهور بودید و امروز به اون نپردازید، به اون نکته‌ای که انجام داده بودید؟ والا ما در دوره ریاست جمهوری تقریبا 18 ساعت کار میکردیم و 6 ساعت استراحت میکردیم. من فکر میکنم اون 6 ساعت زیاد بود، ما باید حتما کمتر استراحت کنیم. البته باید تلاش‌های بیشتری بکنیم برای ساختن کشور و توسعه ارتباطات بین المللی. خب در این ارتباطی که میفرمایید، در سیاست خارجه همه میدونن که الان حالت جنگ هست
البته جنگ مستقیم نیست، ولی در جای دیگه جنگ نیابتی داره میشه بین ایران و کشورهای خلیج فارس. و رأی شما ای دکتر، اگر شما پیام‌هایی فرستادید به شاهزاده محمد بن سلمان فرستادید و شما پایان نامه هم نوشتی برادرت محمود احمدی‌نژاد، فحوای متن این مضمون این نامه چی بود؟ خب من نامه به هم عبدالمالک بدرالدین و بن سلمان هر دو یکسان نوشتم. دعوت کردم به صلح و برادری، چون جنگ یمن رو به ضرر همه میدونم. اصولا من همه جنگ ها رو بد میدونم. البته یه جنگ ناچاری هست که جنگ دفاعی است، ولی جنگ چیز خوبی نیست. بالاخره یمن و عربستان باید در کنار هم زندگی کنن. مردم روزانه دارن کشته میشن، کودکان و زنان. یمن از مسیر پیشرفت داره عقب بیفته، بناها داره خراب میشه، فقر داره توسعه پیدا میکنه. من مطمئن هستم هر دو طرف از این جنگ ناراضی هستند. این جنگ از ناحیه قدرت‌های بیرون از منطقه تحمیل شده. خب بشینن کنار هم صلح بکنن و امیدوارم خیلی زود این اتفاق بیفته. اینجا یه پیامی هم دادید به عبدالملک حوثی، بهشون هم گفتی که از حوثی‌ها خواستید که جنگ رو متوقف کنن و با عربستان مذاکره کنن. اما این کلام اگر خودتون در مسئولیت قرار داشتید موافقت میکردید در جنگ یمن هم وارد میشدید یا نه؟ ببینید، اگر شاید یه جور دیگه در منطقه عمل میشد این جنگ به وجود نمی آمد. ببینید مردم منطقه با هم مشکلی ندارن. ما برادران همسایه هستیم، دارای سرنوشت مشترک، باید با هم زندگی کنیم. من مطمئن هستم جنگ ها و اختلافات بیشتر تحت تأثیر دخالت های بیگانگان هست، بیگانگانی که میخوان بر نفت منطقه مسلط باشن و اسلحه بفروشن. خب همه باید تلاش کنیم که این جنگ هرچه زودتر متوقف بشه. این به نفع همه است. آیا به ولیعهد عربستان به شما پاسخ نامتون داد یا نه؟ ضرورتی نداره. همین که گرایش پیدا کردن به سمت صلح، من وظیفه انسانی ما انجام دادم. بالاخره هر کس در برابر اعمال خودش در تاریخ و پیشگاه خدا باید پاسخگو باشه. من به عنوان یک فرد وظیفه انسانی خودم را انجام دادم و امیدوارم هر چه زودتر این جنگ تمام شه. از این به بعد هم هر کمکی از من بر بیاد انجام خواهم داد. آیا شما مخالفید با بمباران هایی که عربستان هر از گاهی به اصطلاح طرف حوثی ها مورد حمله قرار میده؟ شما مخالفید؟ من که پاسخ دادم دیگه. من با اصل این جنگ مخالفم. جنگ یعنی این میزنه اونم میزنه. هر کس که کشته میشود و هر جا که خراب میشه به کل منطقه خسارت وارد میشه. همه داریم ضرر میکنیم. همچنین در مسئله خلیج فارس و منطقه برخی از کشورها که میان با سازش میکنن با اسرائیل، شما نظرتون در این زمینه روابطی که بین برخی کشورهای خلیج فارس و اسرائیل میشه، شما نظرتون چیه؟ ببینید، اگر این کار برای حل مسئله فلسطین انجام میشه، به نظرم این تأثیری نداره. به دو دلیل. دلیل اول این که بیش از 180 کشور از جمله صاحبان حق وتوی شورای امنیت، اونا همه ارتباط دارن با رژیم صهیونیستی. مسئله حل نشده. دلیل دوم اینه که مسئله فلسطین مسئله سرزمین فلسطینه. یه سرزمین اشغال شده هست و حق تعیین سرنوشت یک ملته
و موضوع آوارگان فلسطینه. این مسئله در نیویورک یا خلیج فارس یا دریای چین حل نمیشه. این مسئله در داخل سرزمین فلسطین حل میشه. باید ببینیم مردم فلسطین چی میخوان. مثل همه ملت ها اونا هم حق دارن سرنوشت خودشون رو تعیین کنن. اجازه بدیم اونا تعیین کنن، هر چی تعیین کردن همه بپذیرن. مثلا کشورهای حوزه خلیج فارس که هیچ وقت سرزمینشون اشغال نشده یا طرف نزاع نبودن. من معتقدم مسئله رو باید ریشه یابی کنیم و به طور منطقی حل کنیم. این مسئله در سرزمین فلسطین باید حل بشه و امیدوارم هر چه زودتر حل بشه. براتون میگن که خود فلسطینی‌ها امضا کردن توافقنامه اسلو رو، خودشون راضی بودن. خب شما چی میگید؟ شما میگید که وقتی لبنان هم سفر کردیم، لبنان هم به اصطلاح پیروز شد در جنگش علیه اسرائیل، اونجا میگفتید که به اصطلاح اسرائیل از بین برود. امروز در عرصه سازش با اسرائیل هستند. آیا شما همچنان با اون نظر هستید یا نه مخالفش هستید الان؟ ببینید من توضیحاتم فکر میکنم خیلی روشن هست. خب ما گفتیم اختیار ملت فلسطین باید دست خودش باشه. شما تصور کنید روزی که ملت فلسطین تصمیم بگیره، شما توافق یه گروه فلسطینی رو اینجا یادآوری میکنید، چون اونم اصلا اجرا نشد. وقتی میگیم ملت یعنی ملت فلسطین بیاد رأی بده و سرنوشت خودش رو انتخاب بکنه. این یک حق و اصل پذیرفته شده در تمام جهان هست و در منشور ملل متحد به صراحت ذکر شده. ایرانیان مذاکره کنند یا فلسطینیان حقوقشون رو بگیرن، آیا شما مذاکره مستقیم بین ایران و اسرائیل هستید؟ اجازه بفرمایید اول فلسطینی‌ها حقوقشون رو بگیرن، همه مسائل عوض میشه دیگه، شرایط منطقه عوض میشه، موضوع به طور کامل عوض میشه. أيضا بالدخول إلى المحور الأمريكي راسلتم الرئيس الأمريكي جو بايدن مع همچنین در محور آمریکا برمیگردیم، شما به جو بایدن یک نامه دادید. ما هو فحوى هذه الرسالة؟ اخیراً بهشون نامه دادید. دعيتم في هذه الرسالة؟ خب محتوای اون نامه چی بود و به چه چیزی ایشون رو دعوت؟ ببینید خب آمریکا کشور مهمی است، یک هیئت حاکمه پشت صحنه داره. هناك لديها باعتبار عصابة هي التي تحكم وخلف الستار. تمام مشکلات جهان اون هیئت حاکمه نقش داره. هر جا جنگ و اختلاف هست حضور داره. در چپاول ثروت ملت ها از طریق دلار نقش دارن. دخالت در امور ملت ها نقش دارن. خب من در نامه هایی که به رؤسای جمهور آمریکا نوشتم این نقش مخرب رو تشریح کردم و اونا رو دعوت کردم به تغییر این رفتار و به اونها یادآور شدم که تلاش کنن جهان پر از صلح و امنیت بشه، اجازه بدن همه ملت ها در اداره جهان مشارکت کنن و البته در رابطه خاص ملت ایران و ملت آمریکا هم نکاتی رو یادآور شدم. تمام این نامه ها منتشر شده، شما میتونید به متنش مراجعه بکنید.
البته آقای اوباما فرصت‌های خوبی داشت که سیاست‌های سلطه‌گرانه آمریکا رو تغییر بده، اما در برابر اون هیئت پشت صحنه تسلیم شد. آقای ترامپ هم فرصت‌هایی داشت که از این فرصت‌ها استفاده نشد. من اظهار امیدواری کردم آقای بایدن از فرصت ریاست جمهوری استفاده کنه، به جای تأمین منافع هیئت حاکمه پشت صحنه به فکر منافع مردم باشه. إذا كان الخيار اليوم يعني للعودة إلى تسوية وإلى اتفاق بين أمريكا وطهران بين وقف الدور المتمدد لإيران في المنطقة، يعني إيران كقوة عسكرية وقوة إقليمية أساسية، وبين رفع العقوبات عن الشعب الإيراني، العقوبات الاقتصادية، ماذا تختارون؟ ببینید حرفای من خیلی روشنه. من هر حرفی میزنم برای همه میزنم. ما میگیم عدالت باشه. اگر میگیم صلح برای همه است، دوستی برای همه، خودداری از سلطه‌گری برای همه، استثنایی وجود نداره. من فکر میکنم رقابت‌های ایران و آمریکا در سطح جهانی و رقابت‌های کشورهای منطقه با هم، اینا برنده نداره، به ضرر همه است. آمریکا و بقیه کشورها، ایران، عربستان، ترکیه، عراق، همه باید حق حاکمیت ملی کشورها رو به رسمیت بشناسن. کشورهای اروپایی هم همینطور، اونها هم باید به رسمیت بشناسن. من دنبال ساختن جهانی هستم که همه روابط انسانی باشه، کسی به دنبال تسلط بر دیگران نباشه، کسی به دنبال چپاول ثروت دیگران نباشه. همه ملت‌ها باید سرنوشت خودشون رو خودشون تعیین کنن و هیچ کس دخالتی نکنه. این صحبت‌ها خیلی روشنه. حضرتكم تقولون بأنكم ضد التدخلات، لكن اليوم يؤخذ على إيران بأنها باتت في كل الاتحاد في كل المنطقة، من البحرين إلى العراق ودعم البعض إلى سوريا إلى لبنان. هل تدعون إيران إلى العودة إلى الداخل الإيراني أيضا والوقف عن التمدد، لأن هذا التمدد يؤخذ على إيران بأنه تمدد عسكري وليس تمدد سياسي فقط؟ لطفاً به پاسخ سوال قبل مراجعه کنید. يعني لا تريدون إعطاء جواب مباشر أكثر؟ نستطيع أن نعود إلى الجواب السابق وبدعمكم للإنسانية بموضوع كنتم أيضا تقولون بأنه حق الشعوب في تقرير مصيرها. من ضمن الرسائل التي أرسلتموها رسالة وصفت بأنها حادة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تدعونه فيها إلى عدم البقاء في الحكم للأبد. لماذا أرسلتم هذه الرسالة وفي هذا التوقيت بالذات، يعني مع التي تتزامن مع زيارة رئيس البرلمان الإيراني إلى موسكو؟ این نامه 10 ماه قبل نوشته شده، زمانی که آقای پوتین قانون اساسی رو تغییر میداد. این یه توصیه دوستانه بود و از روی دلسوزی. نامه تندی نیست اتفاقا.
یه نامه استدلالی است. خواهش میکنم شما به متن نامه مراجعه بکنید. دلیل ارسال در خود نامه به طور واضح توضیح داده شد. البته الان هم توصیه میکنم به آقای پوتین که دائما مراقبت کنن نظر مردم روسیه رو. اگر دیدن نارضایتی از این اقدام داره بالا میاد، تصمیمشون رو تغییر بدن. من ابزار دخالتی ندارم در کشورها، یه مسئولیت انسانی است. من مردم روسیه رو دوست دارم، به سرنوشت آقای پوتین هم علاقه‌مندم. اون چه که به نظرم میرسید برایشون نوشتم، اما اختیار با مردم روسیه هست. بهذا الكلام يعني سوف يستعيد الناس ايضا طريق الاحداث التي حدثت عام 2019 مع نهايه ولايتكم، والبعض يقول بان يعني حتى مع الولايه الثانيه عام 2010 كان هنالك احداث ومعارضه في الشارع الايراني ووجهت بالقوه. اليوم تقولون هذا الامر كان خطا سياسي؟ بله، این حرفا رو بعضی ها زدن. اونا چون ایران و ساختار حکومت ایران رو نمیشناسن. نه، مردمی اومدن تظاهرات کردن به طور آرام. مسئولین انتخابات هم توضیح دادن برای اونها و این تمام شد. اما یه عده قلیلی بودن که آتش می زدن، درگیر می شدن، تیراندازی می کردن و با مامورین امنیتی درگیر می شدن که اونم خب اخبارش منتشر شد. أيضا بموضوع تأييدكم لحرية الشعوب، هل اليوم تدعون لإطلاق أو لإعطاء حرية طالما هو الأهم في قيد الإقامة الجبرية وليس في معتقل، هل تدعون لإعطاء الحرية الكاملة لمن عارضكم يوما السيدان ألمير الموسوي ومهدي كروبي؟ هل اليوم أنتم تقولون أعطوا هؤلاء هذين السيدين حريتهما؟ بله، من از همون روز اول هم میخواستم و درخواست کردم و پیگیری کردم، اما خب دستگاه قضایی با دستگاه دولت متفاوت هست در اینجا. من به حسب هیچ کسی راضی نیستم و اینو بارها در ایران به صراحت اعلام کردم. در دوره ما تمام کسانی که منتقد بودند و از مرز انتقاد هم خارج می شدن، ما هیچ وقت اونها رو مورد تعقیب قرار ندادیم. أيضا كان هنالك يعني في نهاية ولايتكم وإبان اندلاع الاحتجاجات في سوريا قيل بأن الرئيس محمود أحمد نجاد يؤيد إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد. الآن هي مناسبة ربما للتوضيح أكثر، هل أنتم كنتم مع الاحتجاجات طالما أنكم تقدمون نفسكم كشخص يؤيد حق الشعوب في الاعتراض ويرفض البقاء المستمر لأي حاكم في سدة المسؤولية؟
من با شما هم نظرم. در تمام کشورها حق با ملت هاست و اگر اختلافی هم می شود تنها راه حل نظر مردمه، چون صاحب کشورها ملت ها هستن. این راه بسیار ساده و صلح‌آمیزه. الان در آمریکا هم اختلافات شدید هست. خب چرا باید اسلحه بردارن عده‌ای؟ نظر ملت هرچی هست همه بپذیرن. همه جای دنیا. خب جامعه انسانی رشد کرده. ما از دوره قبیله گرایی و غارنشینی دور شدیم. حتی از دوره دو قطبی سرمایه‌داری کمونیست هم دور شدیم. ما باید بریم به سمت انسانیت. از نظر من تک تک انسان ها با هم مساوی هستند و حق مساوی در تعیین سرنوشت دارند در تمام دنیا و هر ملتی خودش باید سرنوشتش رو تعیین کنه. این یه حرف روشنی است و همیشه من گفتم. لكنه لافت دكتور نجاد، لافت لا سيما بأنه يعني هنالك قناعة عند البعض ولا سيما من يدعمون اليوم الرئيس السوري بشار الأسد وإيران الحليف الأساسي بأن يعني ما يجري كان مؤامرة ولم يكن احتجاجات شعبية لإسقاط رئيس. أنتم ماذا تقولون؟ ببینید در همین موضوع هم باز مردم باید نظر بدن دیگه. هرچی مردم خواستن. كل ما يقوله الشعب هو فالموضوع واضح. راه حل هم خیلی روشنه. والحل أيضا واضح جدا. هل تؤيدون مثلا الحل اليوم بما أن الحل يطبخ بعيدا عن الشعوب، يطبخ في موسكو اليوم الحل، هل تؤيدون بقاء الرئيس بشار الأسد كما البعض يقول أو الانتقال إلى حكم انتقالي بناء للقرار 2254؟ من که نباید در امور مردم سوریه دخالت کنم. من حقوق اساسی رو بحث میکنم. باید ببینیم نظر مردم سوریه چی هست. هر چی اونا بگن همه باید بپذیرن. إذن قبل الدخول في محورنا يعني محور ما قبل الأخير يمكن القول، وهو يعني اليوم تطلون عبر شاشة محلية أيضا ما هي اليوم رسالتكم للشعب اللبناني لحزب الله وبعض الأسئلة المتفرقة. اسمحوا لي أن ندخل إلى فاصل إعلاني ونتابع هذا الحوار مع أحمدی نژاد. مجددا بینندگان عزیز به شما خوش آمد. دكتور نجاد، اليوم تطلون عبر قناة محلية لبنانية وحضرتكم أيضا قمتم بزيارة إلى لبنان وزيارة كانت شهيرة جدا وأجدتم بترحيب الشعب اللبناني بكم هنا في لبنان. البداية، راسلتم بوتين، راسلتم بايدن، راسلتم يعني مختلف الأمير محمد بن سلمان. من قناة الجديد ما هي الرسالة التي ترسلونها اليوم إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، لا سيما بأننا في لبنان اليوم حتى الساعة أعجز من أن نقوم بتأليف حكومة؟ البلد بعد انفجار 4 آب يعني لا سلطة قائمة يمكن القول حتى الساعة، وحضراتكم تابعتم انفجار الذي وقع في العاصمة بيروت. ما هي الرسالة التي توجهونها للسيد حسن نصر الله؟ بله، متاسفانه اون انفجار خیلی چیز بدی بود. عده زیادی از مردم کشته شدن و خسارات سنگینی وارد شد به
مردم مظلوم و عزیز لبنان. واقعیت اینه که مردم لبنان خیلی دوست داشتنی هستن، مردمی بسیار متمدن و با فرهنگ، مردمی صلح دوست و بسیار صمیمی. ما در اون سفر صمیمیت مردم لبنان رو از نزدیک دیدیم. من باید دعا کنم و آرزو کنم که هرچه زودتر دولت لبنان تشکیل بشه. من در جایگاهی نیستم که بخوام سفارشی رو به مردم لبنان کنم، اما به عنوان یک برادر کوچک عرض میکنم به تمام جریانات و طوایف، تمام شخصیت‌های سیاسی، فکر میکنم همه با کمک هم و دوستانه باید لبنان رو اداره کنن. همه باید مشارکت کنن. خوشبختانه من با اکثر شخصیت‌های سیاسی لبنان رابطه دوستانه داشتم و الان هم دارم و در قلب من هستم. یادم هست در سفری که رفتیم ملاقات بسیار خوبی با آقای سعد حریری داشتیم، همینطور با جناب سلیمان رئیس جمهور. قبلا هم آقای امین لهود رو دیده بودیم، بعدا هم آقای میشلون رو دیدیم، آقای سید حسن نصرالله، آقای ولید جنبلات، همینطور شما بگید تمام شخصیت ها، انسان های خیلی خوب، دلسوز لبنان. واقعا همه باید دست به دست هم بدن لبنان رو بسازن. لبنان دشمنان بزرگی داره، آماده هستن برای اینکه لبنان رو تحت تسلط قرار بدن. هیچ کس نباید خودشو برتر از دیگران بدون. برادرانه و دوستانه با هم بنشینید و لبنان رو اداره کنید و مطمئن هستم اینطور خواهد شد. هنا يعني بالحديث عن لبنان تعلمون بأن هنالك يعني شبه حصار غير معلن على لبنان. البعض يحمل مسؤولية يمكن القول ليس هو حصار وإنما ابتعاد وعداء بشكل معين للخليج العربي تحديدا المملكة العربية السعودية، ويحملون حزب الله مسؤولية الشعارات والخطابات التي سيقت وتعتبر معادية لنظام آل سعود. هل تدعون حزب الله لمراجعة موقفه من المملكة العربية السعودية وتحديدا نظام آل سعود؟ من از همه میخوام، از لبنان، از عربستان، این اختلافات سودی نداره. زمانی که در دولت بودم خیلی تلاش کردم که همه دولت‌ها و جریانات سیاسی به هم نزدیک بشن. یادم هست یک روزی به مرحوم ملک عبدالله صحبت می‌کردیم، بحث این جریانات سیاسی شد. من به ایشون گفتم اینا فرزندان شما، همه فرزندان رو باید حمایت کنید، منم باید همین کارو بکنم. همه مال منطقه خودمونن، غریبه نیستن که. حالا اختلاف سلیقه سیاسی وجود داره، اختلاف سلیقه سیاسی نباید منجر به دوری و درگیری و دعوا بشه.
در حالی که دشمنان بزرگی داریم که همین الان شما اشاره کردین لبنان در محاصره است. دشمنایی هستن منتظرن لبنان تضعیف بشود و تهاجم کنن. بقیه کشورام همینطوره. آیا قدرت‌های بزرگ دوست عربستان هستن؟ من فکر نمی کنم. ما در این موضوع با ملک عبدالله توافق داشتیم که قدرت‌های بزرگ دوست هیچ کدوم از ما نیستن. به همین خاطر بیشترین مراوده رو با هم داشتیم در دوره‌ای که من مسئول بودم. باید کنار هم بنشینیم صحبت کنیم، مسائل رو حل کنیم، منطقه رو با کمک هم اداره کنیم، با احترام، با دوستی، بر اساس عدالت، همه به نظرات یکدیگه احترام بذاریم. واقعا در لبنان خب جریانات سیاسی هستن، جریانات طایفی هستن، همه شریکن در لبنان، همه حق دارن، تک تک مردم لبنان حق دارن. عربستان هم همینطوره، ایران، عراق، ترکیه، امارات، بحرین، همه همینطور هسته. با کمک هم و در کنار هم باید منطقه رو اداره کنیم و اجازه بدیم هر ملتی خودش رو اداره کنه. من فکر میکنم این 2 قانون ساده رو اگر رعایت کنیم هیچ اختلافی باقی نمیمونه. هنا دكتور يعني تتحدثون عن أنه على الشعوب أن تجلس فيما بينها أو على الحكام أن يجلسوا فيما بينهم، بينما نحن ومنذ عام 2011 كانت المقولة الشهيرة فلنتقاتل في سوريا وذهب الجميع للقتال في سوريا من ضمنهم حزب الله. هل تعتبرون أن حزب الله أخطأ في دخوله الحرب أو في دخوله العسكري إلى جانب النظام في سوريا؟ ببینید دیدگاه‌های من راجع به سوریه و مسائل منطقه کاملا روشنه. همون زمان هم نظر من این بود که باید توسط مردم سوریه تصمیم گیری بشه. الان هم همینو میگم و راهی جز این وجود نداره. هر راه دیگری خسارته و نتیجه مثبتی در بر نخواهد داشت. إذن أيضا البعض يقول في قراءته لتجربة حزب الله في لبنان، يقول نجح حزب الله في المقاومة لكنه أخفق في الدخول إلى الحكم. أنتم ما رأيكم بهذا التحليل؟ والله اینم باز همون پاسخ قبلی است دیگه. بعد از مردم پرسید. من الان چی میتونم بگم به شما؟ لكنكم أيدتم المقاومة وكنتم يعني ترفعون دائما يعني تتحدثون عن انتصارات المقاومة. اليوم هو البعض لا يعتبره تدخل، البعض يقول بأنه يعني هل كان الأفضل للبنان أن يبقى حزب الله في المقاومة لا أن يدخل الشأن السياسي، لأن الوحول السياسية يغرق بها أكبر الرؤوس مثل ما بنقال؟ بله ممکنه. بالانتقال إلى بعض يعني الأسئلة يمكن أن تكون يعني متنوعة، أستطيع أن أقول قلتم أو نقلتم مقابلة على موقعكم وتتحدثون بها عن الإمبراطورة فرح ديبة، وتتحدثون عن أن مرجع رسمي كبير قبل يد الإمبراطورة فرح ديبة وإبان حكم الشاه. ما الذي قصدتموه بهذه الإشارة؟ صحبت هم کاملا روشنه دیگه، مراجعه کنید به اون صحبت هم. البعض اعتبر بأنها
بأنكم تنتقدون بعض القرارات مؤخرا أو القرارات في إيران، لا سيما ما بأنكم كان لكم تو صحبتام کاملا روشنه دیگه. اینم برای مردم ایران بود که صحبت کرد. هذا الكلام يبدو أن هنالك مشكلة في الصوت تحديدا في الترجمة. البعض اعتبر بأنه قد يكون إشارة. نعم نسمعكم جيدا، تفضل. نعم، سألت عن موضوع المقابلة والإمبراطورة فرحديبة. میگن که شما اشاره‌ای داشتید به کسی. هل هي إشارة إلى رفض يعني موضوع التشدد ربما في المجتمع الإيراني، لا سيما بأن كان لكم موقف رافض لفرض الحجاب؟ افراطیگری موجود در ایران رو اشاره داشتید، چون ظاهرا شما مخالفید با این افراطیگری که موجود در ایران هست فعلا. اون مطلب من خطاب به مردم ایران بود و ملت ایران هم متوجه شدن که منظور من چیست. أيضا بموضوع آخر لأختم محور حزب الله، هل تدعون اليوم إيران إلى وقف تسليح حزب الله؟ البعض يقول بأن يعني إيران اليوم تمول وتسلح حزب الله وهي تحت العقوبات، ما هو موقفكم في هذا الإطار؟ این تو سوالای قبل پاسخ دادم دیگه. یه سری سوالاتون هم بذارید بعدن دیگه، همه سوالا رو امشب میخواد بپرسید. نعم يعني هي مقابلة في هذه الليلة، سوف اومدیم لبنان بقیه‌شو بپرسید. مقابلة إلى آخر الوقت. طيب احترم لأنكم لا تريدون بالاخره استفاده کنیم از این حضورتون تا اونجایی که وقت داریم بالاخره استفاده کنیم. حکومت روحانی میدونم که میخواید مستقیم جواب نشید. خب برمیگردیم به مسئله کرونا. از دولت روحانی انتقاد ایران و نحو 60,000 ضحية، ماذا تقولون اليوم؟ هل ما زلتم على انتقادكم لكيفية مواجهة هذا الوباء في إيران؟ حالا شما که میدونید کرونا یه ویروس آزمایشگاهی است که علیه بشریت درست شده. بیش از 60 کشور الان دچار مشکل هست و بسیاری معادلات سیاسی و اقتصادی دچار تغییرات شده. مردم ایران هم معتقدند که مدیریت کرونا در ایران مدیریت قوی و موفقی نبوده. به طور طبیعی هر کس که مسئوله باید همه تلاشش رو برای حفاظت از سلامت مردم به کار ببره. اینو آزمایشگاه‌های مسئول ایران باید پاسخ بدن. من نمیتونم راجع برند داروها اظهار نظری بکنم. يبدو يعني هنالك مشكلة في الصوت. اسمح لي أخيرا أن أختم بسؤالين. أنتم اليوم على تويتر وفاعلون على تويتر. السؤال بأنه إبان أيضا عهدكم حجبت مواقع التواصل الاجتماعي عن الشعب الإيراني، فالبعض يقول هل يجيز الحكام لأنفسهم ما يمنعونه عن شعوبهم؟ فضای مجازی به اصطلاح بسته شد و الان میگن شما الان به اصطلاح در شرایط فعلی برخی از فضاها رو براتون بستن یا نه؟ اینجا مشکلاتی داریم، یعنی بعضی نهادها هستن که اقدام به فیلتر میکنن ولی تأثیری در ارتباط مردم با هم دیگه نداره یا استفاده مردم از فضای مجازی. یه مقدار هزینه ها بیشتر میشه. معمولا اونایی که فیلتر میکنن خودشون فیلتر شکن هم میفروشن.
يعني يضع ما يضع ويفتح مفاتيح لفتحها. يعني تريدون القول بأنه ليس من قرار ذاتي منكم كان هذا القرار. أيضا أخيرا هنالك دعوات للاتجاه شرقا، البعض يقول هل يكون ربما الحل بأنه مع استمرار هذا ما هیچ وقت من نکردیم، ما هیچ وقت من نکردیم. هذه المواقع الافتراضية سابقا. نعم، هل يكون الحل هو بالاتجاه شرقا باتجاه الصين من قبل إيران، طالما البعض يقول المشكل الاقتصادي يعني موضوع العقوبات ولتفعل أمريكا ما تريد فعله؟ ایران مثلا به چین و بتونه از این مسائل تحریم ها و همطوری که خودت میدونی نجات پیدا کنه. این تقسیم بندی ها که تقسیم بندی های جغرافیایی است. تقسیمات لم تكن جغرافیه. نه، تقسیمات جغرافیایی است. تقسیمات لم تكن تقسیمات جغرافیه. آقا این تقسیمات جغرافیایی است. هذه تقسيمات جغرافية. تقسیمات انسانی که نیست. التقسيمات لم تكن تقسيمات إنسانية. تقسیمات انسانی ما نداریم. التقسيمات الإنسانية لم تكن موجودة على أرض الواقع. همه انسان ها باید با هم ارتباط داشته باشند. الإنسان يجب أن يتواصلوا فيما همه ملت ها با هم ارتباط داشته باشند. كل الشعوب يجب أن تتواصل فيما بينها. من معتقدم باید موانع ارتباط ملت ها رو در کل جهان برداریم. موانع التواصل في كل العالم يجب أن نرفعها. هر عاملی که باعث جدایی ملت ها بشه يفصل بين الشعوب این عامل ضد انسانی است. وهو عامل غير إنساني. إننا يعني ربما اليوم البعض يتعرف الان مثلا نسبت به ایران لبنان شرق یا غربه؟ يخص إيران فعليا لبنان شرقها أو غربها. البعض يقول قد يقول بأننا نتعرف على محمود أحمدي نژاد المسالم والمسالم جدا نسخة عام 2021، أيهما أفضل؟ هو محمود أحمدي نژاد رئيس جمهورية إيران إبان حكمه، أو اليوم حضرتك في كرئيس سابق ومع إعادة ربما قراءة كل المرحلة السابقة؟ ببینید انسان ها در گذر زمان تغییر میکنن، تکامل پیدا میکنن. خب من هم مثل بقیه انسان، اما از شما سوال میکنم اگر امروز کسی به لبنان تهاجم بکنه شما چجوری باش صحبت میکنید؟ اگه کسی بخواد حق لبنان رو تضییع بکنه چجوری باش صحبت میکنی؟ تسلیم میشی؟ یا محکم برخورد میکنی؟ ما در شرایطی بودیم که حق ملت ایران رو میخواستن تضییع کنن. باید دفاع میکردیم، ولی بالاخره وقتی سن انسان میگذره دیدگاه های انسان کاملتر و عمیق‌تر و گستره بیشتری پیدا. امیدوارم منم اینطوری شده باشم. اما در هر صورت من همه انسان‌ها رو دوست دارم، تمام انسان‌ها، حتی اگه دشمن من باشه. ما با عمل خلاف مخالفیم، نعارض الأعمال المعارضة للإنسانية. با ظلم مخالفیم، نعارض الظلم. با تجاوز مخالفیم، با اشغالگری مخالفیم، با زورگویی مخالفیم. نعارض الهيمنة والسلطة وفرض السلطة. آدم ها چه کار داریم؟ لا نعارض بني الإنسان. به همین خاطر من برای رؤسای جمهور آمریکا نامه نوشتم كتبت رسائل لرؤساء الجمهورية في أمريكا و دعوت کردم به صلح و دوستی. السلام والصداقة. شكرا لكم دكتور محمود أحمدي نژاد الرئيس السابق للجمهورية الإسلامية الإيرانية. أشكر لكم اختيارنا واختيار قناة الجديد لهذه الإطلالة مباشرة من طهران. شكرا جزيلا لكم.
خدا حافظ شما، موفق شكراً باشید. لكم وأسأل الله لكم التوفيق.